من اگه پیج سالن زیبایی داشتم اینجوری تولید محتوا می‌کردم. الان اکثر سالن‌های زیبایی دارن هر روز از یه لاین مختلف پست میذارن. مثلا یه روز پدیکور و مانیکور، یه روز میکاپ، یه روزم رنگ و لایت. این باعث میشه پیجشون هویت نداشته باشه، مخاطب نتونه ارتباط برقرار کنه و در نهایت آنفالوشون کنه. ولی من چیکار می‌کردم؟ به جایی که بی هدف از همه چی پست بذارم، یه لاین رو به عنوان لاین اصلی پیجم در نظر می‌گرفتم. مثلا اگه رنگ و مش بیشترین درآمدو داره، میومدم 80% محتوای پیجم رو راجع به رنگ و مش می‌ذاشتم. اینجوری اگه یه نفر دنبال رنگ مو باشه، اولین چیزی که به ذهنش میرسه سالن توئه. ولی بقیه لاینا رو ول نمی‌کردم. میومدم خیلی هوشمندانه ترکیبشون می‌کردم. مثلا میگفتم ترکیب رنگ لاک با رنگ مو یه تکنیک زیباییه. مثلا میگفتم 5 تا ترکیب رنگ و لاک که استایلتو خاص‌تر می‌کنه. یا برای کسایی که فکر می‌کنن رنگ مو تاثیر روی آرایش صورت نداره، یه پست می‌ساختم با این عنوان: با این رنگ مو این مدل میکاپ بیشتر بهت میاد. اینجوری مخاطب احساس سردرگمی نمی‌کنه و میفهمه پیجت یه هویتی داره. من توی پیجم برای شغلای مختلف ایده میدم. اگه دوست داری نفر بعدی تو باشی، شغلتو این زیر کامنت کن.